با وجود آنکه تحلیلگران به شفافیت آوازدهی الکترونی چندان باور ندارند، کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه اعلام کرد که در انتخابات اخیر تقریباً 4.5 میلیون نفر آنلاینی رای دادند. 5 میلیون کس برای رایدهی آنلاینی خود را ثبت نام کرده بودند. حالا قرقیزستان هم می‌خواهد که از این تجربه استفاده کند. بهار سال گذشته نظام آوازدهی الکترونی در شکل سنجشی در انتخابات وکیلان محلی 3 دهه بادکند راه اندازی شد. مقامات گفتند که نتیجهش خوب بود و آوازدهندگان 100% شرکت کردند. تحلیلگران مستقل از یک نکته نگرانند. کارشناس کنیشای ممیتاوا بر این است که مشکل اصلی در قرقیزستان شرکت کمی آدمان نه، بلکه تقلب یا خریده شدن رأی مردم است. به گفته وی با راه اندازی آوازدهی آنلاینی نظارت قانون شکنی ها در انتخابات مشکل خواهد شد. در آوازدهی آنلاینی امکان نظارت انتخابات وجود ندارد. البته خطر آن هست که یک نامزد بی‌انصاف یا یک حزب سیاسی میتواند تعداد معینی آدمان را آنجا جمع آورده رایدهی دیگران را اداره یا نظارت کند. ممیتاوا تجربه استفاده از انتخابات آنلاینی را در استونیا مثال آورد و آن را موفق خواند. آنجا به گفته او آوازدهی از سال 2007 در یک پایگاه یا پلتفرم مخصوص برگزار می شود که به کلید یا رمز آن نه تنها کمیسیون مرکزی انتخاباتی بلکه دیگر سازمان و ناظران مستقل هم دسترسی دارند. در قرقیزستان برعکس با قبول قانون درباره اگنت خارجی می‌خواهند که سازمان‌های غیر دولتی را از همه امکانیت‌ها برای نظارت از روند انتخابات محروم کنند. منتقدان باور دارند که ناوابسته به رأی مردم در امن‌ترین برنامه هم قدرتمندان راه یافت نتیجه ها را دستکاری می‌کنند. برای مثال آدمان با استفاده از سیستم بلاکچین آواز دادند، بعداً این رای ها در جای جمع‌آوری و نتیجه گیری می شود. در همین مرحله حساب و کتاب امکان تقلب جای دارد. نتیجه رای ها را می توان عوض کرد. آنها در بایگانی بی تغییر می مانند، اما در نتیجه گیری نهایی آمار دیگر نشان داده می شود. اما از سوی دیگر به گفته تحلیلگران این طرز رایدهی در قرقیزستان برای مهاجران داخلی و خارجی آسان خواهد بود. شهروندان می توانند که با تلفن موبیلی از هر گوشه دنیا رای خود را بدهند. آنها باور دارند که این شیوه آوازدهی می تواند جوانان را که حضورشان در انتخابات کم بود فعالتر کند.